دستای منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال که اشتراک خود را در جام آسیا 2023 در شهر دوحه دولت قطر انجام داد به وطن برگشت. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه هیئت دستای منتخب را نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان، روزنامه‌نگاران، مخلصان و نزدیکان بازیگران و ستاد مربیان تیم ملی مملکت استقبال گرفتند. دستای منتخب تاجیکستان در نخستین اشتراک خود در جام آسیا 2023 5 بازی انجام داده به دور چهارگانه‌ای راه یافت. در نتیجه منتخب تاجیکستان به قطار 8 گانه بهترین های قاره داخل شد. در دور یک چهارنهایی جام آسیا 2023 دستای منتخب تاجیکستان در مقابل تیم ملی اردن هنرنمایی خوب نموده لحظه های زیادی گلزنی سازمان داد، ولی بازی با حساب 0-1 به سود دستای اردن خاتمه یافت. بعد از بازی محترم رستم امامعلی با تمام هیئت دسته برای نتیجه تاریخی که در جام آسیا نشان دادند اظهار سپاس نمودند. Поздравить всех причастных к этой победе, хочу поздравить наших болельщиков. Спасибо за теплый прием, очень приятно, что к нам такое внимание. Как говорится, только попешь, только вперед. Будем стараться держать планку, мы ее сейчас очень, так скажем, хорошо подняли. Будем стараться держать ее. مسابقه بین المللی دا بازی کردگی نبودم. یا دو بار بازی کردیم با 20 ساله بود المپیک зборінде بازی کردیم. های برام اومدیم بازی کردیم тренер دعوت کرد. هر ما تیار بودم خودم دا باوری داشتم که من میبرم بازی میکنم. самое главное بچه‌ها هم ما поддержка کردن و همین برام بازی کردم. در زمان استقلال یکمین بار در تاریخ فوتبال تاجیک دستای منتخب ملی ما با چنین دستاورد نایل گشت. ملاقات پیشوای معظم ملت با فوتبال بازان ما همه ما شاهد بودیم که چقدر روحیه فوتبال بازان را بلند کرده. آنها بازی که با لبنان دایر کردن نابس از آن که رفتی بازی خیلی دشوار بود، هم مهارت هم یک حس ملی بلندترین نشان داد به غلبه نظررس نایل گشتند. یادآور میشیم که بعد از برآمدن از گروه با فرمایش محترم رستم امامعلی به دسته منتخب تاجیکستان $300,000 مکافات پولی جدا شد. علاوه بر این پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از پیروزی تیم ملی مملکت در دور 8 نهایی جام آسیا 2023 بر امارات متحده عرب به دسته $150,000 دیگر جدا نمودند. قابل تذکر است که منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی نمود و با راه یافتن به دور چهارگانه‌ای مسابقات الکی دستاورد شایان را در تاریخ ورزش مملکت ثبت نمود. حکومت مملکت خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد همه نمادهای ورزش توجه خاص ظاهر می‌نمایند. نتیجه چنین غمخوری‌ها است که سالهای آخر ورزشکاران مملکت پیوسته در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن به جاهای افتخاری نفوذ و اعتبار سرزمین صاحب استقلال همان را بلند برداشته تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی می‌نمایند. دام سالهای استقلال دولتی در مملکت 11,000 انشاءات نوی ورزشی بنیاد گردید. نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت امکان فراهم آورد که در دوران صاحب استقلالی 6,450 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی با شرافت دستاورد ورزشکاران مملکت بلند برداشته شده. زیاده از 2,000 مرتبه سرود ملی به خاطر دستاورد آنها در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی داخلی و خارجی صدا داده است. Tajikistan! 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 نوبت از بارش زیادی باران گروه زیادی مخلصان برای استقبال فوتبال بازانی تیم منتخب تاجیکستان که بعد از اشتراک در بازی‌های آسیایی 2023 از شهر دوحه دولت قطر به وطن برگشتن در اینجا جمع آمدن. واقعا هم فوتبال بازان ما در تاریخ فوتبال تاجیک تاریخ سازی کرده فوتبال تاجیک را به جهانیان معرفی کنند. حافظ محمد علی، سهراب نظرزاده، فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، جهانما.